الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی می فرمایند که از جانب الله هست. حدیث قدسی می فرماید که هر وقت که الله به ملائکه فرمان میدهد که جان یکی از جگرگوشه یکی از بنده هاش بگیره، بعد ملائکه را پرسان میکنه عقبتکم صفیت عبدی، آیا یعنی جگرگوشه بنده مرا جانش قبض کردین؟ شخصی که زیاد دوستش میداشت، نزدیکش بود، یعنی تنی وای بود، آیا قبض کردین؟ میگفتن بله. میگفت آیا عقبتکم ثمرت فؤادی، آیا میوه دلش میوه قلبش جانش قبض کردین؟ میگفتن بله. میگفتن فماذا قال عبدی، پس بنده من چی گفت؟ میگفتن که حمیدک و استرجعک، یعنی حمد ترا گفت، شکر ترا گفت و گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بیشک ما از جانب الله هستیم و بازگشت ما به سوی الله هست. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر بنده را که الله میگه اگر جانی فرزندش قبض کنم و صبر کنه و او را حسابش در نزد الله بگذاره، یعنی به این صبر ما الله اجر میتیه، الله میگه او را چیکار میکنه؟ در عوض وای فقط جنت است، در عوض صبرش فقط جنت است. و این حدیث قدسی که اول گفتیم، الله میگفته که ابن لعبدی بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد، برای این بنده ما وقتی که جان فرزندش گرفتم، جان جگرگوشش گرفتم و صبر کرد، برای این در جنت یک خانه بسازیم، نامش خانه حمد بگذاریم. به همون خاطر وقتی که انسان یک مصیبت میرسه میگه ای بار الها مرا در این مصیبتم اجر عطا بکن و برای من جانشین این فرزندی که از ما گرفتی، نزدیکی که از ما بود گرفتی، جگرگوشه از ما بود گرفتی، در عوضی برای من بهترش نصیب کن. الله میگه برای او بهترش چی نصیب میکنه. شاعر میگه اجل به شاه و جوانی جهان بود یکسان، برابر است به تیغش گلوی پیر و جوان. کسی باقی نماند در این دار کهن، که هست سوی وطن هوش و خاطر مهمان. هممون در این دنیا چند سال و چند روز چند مدت عمر داریم، طفلی که یک روز عمر ندیده، شاید ساعت هم طول نکشیده باشه عمرش، یعنی از این دنیا آمده دنیا را نادیده پدرود بود. همین خاطر هر لحظه و هر وقت هر روز و ساعت ما غنیمت بشماریم و همیشه به ذکر یاد الله، همیشه به یعنی امر معروف و نهی منکر و همیشه در خدمت راه الله باشیم و همیشه در تربیت فرزندا باشیم که در نزد الله مسئولیت روز قیامت ادا کرده باشیم. صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.